استاد عطا محمد نور والی ولایت بلخ در گذشت مارشال محمد قسیم فهیم را یک ضایعه بزرگ برای مردم افغانستان خوانده. گفت مرگ نابهنگام مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور کرزی و یک تن از مجاهدین که در راستای آزادی کشور تلاش کرده برای مردم افغانستان و خانواده‌اش تسلیت عرض نمود. در گذشت دردناک، المناک و نابهنگام جناب مارشال محمد قسیم فهیم، مرد جهاد و مقاومت، سپاسالار جهاد و همسنگر عزیزی ما را به همه امت مسلمه و به مردم افغانستان، به مردم رنجیده افغانستان و به همه همسنگران عزیزش و خصوص به فرزندان عزیزش، به فامیل محترم و نجیبش تسلیت عرض میکنم. بدون شک ما یک بار دیگه باز هم یک مرد آهنین، یک مرد سنگردار و مرد شجاع و مردی که از تمامیت ارضی کشور، از نوامیس کبرای کشور و از نوامیس ملی کشور تقریبا نیم قرن عمر خود صرف کرد و زحمت کشید. مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور کرزی به علت سکتگی قلبی درگذشت. والی بلخ به ادامه سخنانش افزود مارشال محمد قسیم فهیم یک شخص وطن دوست و مجاهد پرور بود. وی گفت مارشال محمد قسیم فهیم بیش از نیم قرن در خدمت مردم افغانستان بود. دفاع کرد. امروز افغانستان، ملت عزیز افغانستان، یک مرد آهنین و سنگرداری و سپاسالار دیگری خود دست دادن. بدون شک در گذشت و رحلت مارشال صاحب جبران ناپذیر است و یک ضایعه بسیار بزرگ در سطح ملی و کشور و ملت عزیز ما گفته میشه. ولی ما مطمئن هستیم همون قسمی که رهبر شهید شد، مسئولین جمع شدن و فرزند ارشد جناب رهبر شهید رئیس مسئول پذیرفتن و سازمان مربوطه به جمعیت اسلامی از هم نپاشید و ترتیب شد و تنظیم شد و کار بسیار خوب پیش میره. قهرمان ملی شهید شد. جانشینش خود جناب مارشال صاحب با مشوره رهبر و همه همسنگران عزیزی قهرمان ملی انتخاب شدن و اینا تانستن که شجاعانه و خردمندانه و با کفایت کامل مدیریت بکنن و باز هم از بحران بیرون برایم و مقاومت به پیروزی برسد. مارشال محمد قسیم فهیم که دومین مارشال کشور بود در سال 1977 میلادی از دارالعلوم غربی کابل سند فراغت به دست آورده است. مارشال فهیم بعد از پیروزی مجاهدین در سال 1992 میلادی به حیث رئیس امنیت ملی کشور اجرای وظیفه کرد و پس از کشته شدن احمد شاه مسعود فرمانده جبهات شمال شرقی کشور را نیز بر ضد طالبان به عهده داشت. او در سال 2001 میلادی بعد از سرنگونی رژیم طالبان رتبه مارشالی گرفت و به حیث وزیر دفاع کشور توزیع گردید. محمد قسیم فهیم در سال 2009 میلادی در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری به حیث معاون اول رئیس جمهور کرزی تعیین شد و تا حال در همین سمت ایفای وظیفه می کرد.